به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده عزیز. امروز 16 سپتامبر است. با همکارانم از دوشنبه و پراگ خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را خلاصه کرده ایم. نگاه به سرخط خبرها. در 2 روز در راههای تاجیکستان 5 نفر کشته و 2 نفر مجروح شده است. وزارت کارهای داخلی سبب را رعایت نکردن قاعده ها گفت، ولی ساکنان ریشه مشکل را در فساد می‌بینند. گزارشگری سازمان ملل متحد اسرائیل را به نسل کشی در غزه ابدار دانسته است. دولت یهودی این خلاصه را به طور قاطعانه رد می‌کند. اسرائیل اظهارات تهمت‌آمیز کمیسیون تفتیشاتی را قاطعانه رد می‌کند. آن یک اندیشه بدخواهانه نسل کشی را پهن می‌کند. ساکنان منطقه‌های نزد مرزی میگویند پس از باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان می‌خواهند تجارت ضرر دیده‌شان را دوباره رشد دهند. همین روغن تاجیکستان همه پسته همین را می‌فروشند، انگور می‌فروشند، روغن تاجیکستان. تنها در 2 روز هفته گذشته در راههای تاجیکستان 5 نفر کشته و 2 نفر سخت مجروح شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که روزی 13 و 14 سپتامبر 4 صدمه مرگبار در راههای کشور ثبت کرده است. 3 تن هلاک شدگان کودکی 6 ساله، نورس 16 ساله و جوانی 30 ساله بودند. 2 تن دیگر از 50 تا 56 سال سن داشتند. صدمه از همه پرقربانی روز 13 سپتامبر که در آن 3 کس کشته و 1 تن مجروح شده است، در راه دوشنبه کلاب در حدود ناحیه دنغره وقتی رخ داده است که به گفته وزارت کارهای داخلی فیردوس دولتوف راننده قاعده حرکت در راه را رعایت نکرده به ماشین سمت مقابل برخورده است. حادثه های دیگر در راه دوشنبه یاوان، پنجکین تعینی و باختر دنغره ثبت شدند. وزارت صدمه ها را به احتیاطی و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه عنوان کرده است. بنا بر حساب های سال گذشته روز تا 3 نفر در راه های تاجیکستان در صدمه ها کشته و تا 5 نفر مجروح می شوند. ساکنان و آگاهان وضع می گویند ریشه مشکل در فساد است که رانندگان قاعده شکن را جزای درست نمی دهند و به افرادی که رانندگی کرده نمی توانند شهادت نامه رانندگی می دهند. از سوی دیگر در تاجیکستان اکثرا تسمه بیخطری ماشین را نمی بندند که این میزان مرگ را هنگام صدمه بیشتر می کند. برنامه را با خبری از خاورمیانه ادامه می‌دهیم. اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را که 10,000 فلسطینی آنجا پناه برده بودند آغاز کرد. از این پیش به گفته ساکنان در حمله‌های هوایی اسرائیل اکثر بلندآشیانه شهر غزه به خاک یکسان شدند. مقامات اسرائیل میگویند هدفشان در این شهر نابود کردن گروه تروریستی حماس و برگردانیدن گروگان‌های اسرائیلی از دست این گروه است. در همین حال سازمان ملل متحد حمله اسرائیل را به شهر غزه در نوار غزه سخت تنقید کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم خرامان بقازاده. یک کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد به این خلاصه آمد که اسرائیل در غزه دست به نسل کشی زده است و مقامات بلندپایه اسرائیل از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو این عملها را تحریک دادند. آژانسی ریترز روز 16 سپتامبر نوشت کمیسیون مقیاس کشتارها، مسدود کردن یاریها، اخراج مجبوری و خراب کردن بیمارخانه طبابت بیزوریاتی را چون نمونه اتهام نسل کشی مثال آورده موقع گروه های حامی حقوق را برای تقویت گفته‌هایش نشر کرده است. نوی پیلای رئیس کمیسیون تحقیقات اوید به منطقه اشغالی فلسطین و هم سابق دادرس دادگاه بین المللی جنایت‌ها گفت در غزه نسل کشی جریان دارد. ما حالا به فلسطین نرفته ایم ولی خواهیم رفت، زیرا کمیسیون ما دائمی است. ما 3 نفر را مسئول این عمل می شماریم. یکی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، دومی پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرزوگ و سومی وزیر سابق مدافعه. به فکر ما از آنجایی که آنها از نام دولت عمل کردند، ما دولت را مسئول نامیدیم. سفیر اسرائیل در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو دانیل میرون گزارش را جنجال برانگیز و ساخته‌کاری شده نامیده گفت که مؤلفان آن افراد مورد اعتماد حماس می باشند. حماس را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می نامند. میرون به خبرنگاران گفت
اسرائیل اظهارات تهمت‌آمیز کمیسیون تفتیشاتی را قاطعانه رد می‌کند. آن یک اندیشه بدخواهانه نسل کشی را پهن می‌کند. این گزارش با رسالت کمیسیون در اختلاف است که بار دیگر به تحلیل‌های غرضناک آن تاکید می‌کند. تحلیل از 72 صحیفه عبارت است و تا حال از سخت‌ترین انتقادها در سطح سازمان ملل متحد دانسته می شود، ولی این کمیسیون مقام مستقل را دارد و نمی تواند به طور رسمی سازمان ملل متحد را معرفی کند. خود سازمان ملل تا حال از اصطلاح نسل کشی استفاده نکرده است و به همین خاطر هم تحت فشار افزاینده قرار دارد. این در حالی است که بحث اسرائیل در دادگاه بین المللی عدلیه در گاگ در رابطه با پرونده وابسته به نسل کشی ادامه دارد. اسرائیل همه گونه اتهام ها را در این زمینه رد کرده به حقوقش برای حمایت از خود در پی حمله 7 اکتبر سال 2023 تاکید میکند. در آن روز به اطلاع اسرائیل در نتیجه حمله گروه حماس 1200 نفر کشته و 251 کس گروگان گرفته شد. در پی جنگ که در غزه بعد این سر زد به اطلاع وزارت بهداشت منطقه 64,000 نفر کشته شد و قسمی از ساکنانش از گرسنگی شدید اذیت می شوند. اعلامیه سال 1948 سازمان ملل متحد آید به نسل کشی که در رابطه با کشتار یهودی ها از جانب رژیم نازی های آلمان در جنگ دوم جهان قبول شد، نسل کشی را چون جنایت با مقصد قسماً یا پوره خراب کردن یک ملت، قوم، گروهی نژادی یا دینی ارزیابی می کند. برای اعتراف اینکه نسل کشی صادر شده است، وجود یکی از این عملها کافی می باشد. چند مقام بلندپایه آمریکایی روزی 14 سپتامبر به افغانستان سفر کرده با نمایندگان طالبان صحبت کردند. هدف اصلی این سفر رهایی آمریکایی‌ها گفته می شود که طالبان آنها را بازداشت کردند. ایالات متحده آمریکا سال 2021 پس از 20 سال حضور نظامی این کشور را ترک کرد و طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتند. مارک روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا از کمترین منصبداران بلندپایه است که به کابل سفر می‌کند. از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستان آزاد پرسیدم که مقامداران آمریکایی و طالبان به چی توافق دست یافتند؟ خب در واقع هنوز جزئیات دقیق بیرون نشده، اما از اعلامیه‌های که طالبان منتشر کردن معلوم میشه که صحبت اصلی درباره مبادله زندانیا بوده. در کنارش مسائل مثل روابط دو جانبه، مسائل کنسولی برای شهروندان و حتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان هم مطرح شده، عمدتاً از سوی طالبان. اما کاخ سفید تا حال هیچ چیزی را تایید نکرده و اعلامیه یا بیانیه هم صادر نکرده. چند ماه قبل هم هیئت آمریکایی به کابل سفر کرده بود که در جریانش جورج گلیزمن، یک انجینیر هوانوردی آمریکایی، از قید طالبان آزاد شد. او سومین آمریکایی است که از ماه جنوری امسال از اسارت طالبان آزاد شده. امریکا هیچ رابطه دیپلماتی با حکومت طالبان ندارد. از همکارم مصطفی سرور پرسیدم که سفر مقامداران بلندپایه به این کشور چی معنی دارد؟ این سفر را نمیشه نشانه رابطه دیپلماتیک رسمی دانست. امریکا هنوز طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسه، اما در عمل برای حل بعض موضوعات فوری مثل رهایی گروگان‌ها، امنیت شهروندان آمریکایی و حتی گاه مسائل اقتصادی میخواد مستقیم با طالبان گفتگو کنه. یعنی یک نوع تماس فنی و موقتی است، بیشتر برای مدیریت بحران‌ها و موضوعات مشخص، نه برای شناسایی سیاسی. سپاس از همکارم مصطفی سرور از بخش رادیوی افغانستانی آزاد.
برخی از صاحبکاران قرقیزستان میگویند باز شدن سرحد مثل 5 سال پیش از نو در تجارت و همکاری با تاجیکستان را بر رویشان باز کرد. سالهای بسته بودن مرز آنها مشتریان و درآمد خود را از دست دادند و حالا تلاش میکنند رونق پیشینه بازار بین مرزی را احیا کنند. مقامات رسمی تاجیکستان هم میگویند آمار داد و گریفت در همین چند ماه اخیر نظررس شده است. فرزان محمدی با قرقیزستان سفر کرد و این موضوع را گزارش کرده است. در شهر اوش کشور قرقیزستان بازار نو ساخته و به کار سر کرده است. از بس که این منطقه با چین و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نزدیکی دارد، آن را نقطه در راه تجارتی ابریشم می‌دانند. در این بازار بجز از کالا و مالهای چینی، رسته فروش میوه‌های خشک نیز موجود است. شیرین قشقربایو در این راسته دکان خیش را دارد و میگوید تقریبا نصف میوه‌هایش از تاجیکستان میآید. این زردآلوهای اسفرک، سبحان، قندک و برگک است. ما زردآلوهای گوناگون صفت داریم. بعضی زردآلوهای ما بدانک هستند. اکثر زردآلوها را از بادکند و از تاجیکستان میاریم. از تاجیکستان زردآلوهای قندک را میاریم. صفتش بلند و خاصیت شفابخشی به دل دارد. از تاجیکستان همچنین اشتق و پیسته میاریم. مزهش خیلی خوب است. دیگر باره باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازارش را گرم کرده است. سال گذشته چنین میوه‌های خشک را نداشتیم. از ما خریداران بسیار درخواست میکردند. امسال آوردیم. بعضی مویز و شوردانک هم از تاجیکستان است. حجمش کلانی با صفت است. نرخش نظر به میوه‌های ازبکستان گرانتر است، ولی صفتاً بهتر میباشد. سوداگران و تاجران قرقیزستان میگویند محصولات تاجیکستان تا گوشه‌های دوردست کشور نیز دسترس و فروخته میشوند. عبدالله یتیموف در یک دهه دورتر از مرکز ولایت اوش 8 سال باز به سوداگری مشغول است. دکان او در جای قرار دارد که مردمان تاجیک و قرقیز در آنجا زندگی میکنند. او میگوید محصولات تاجیکستانی در بین دیگر انواع روزگار جایگاهی مخصوصی خود را دارد. این انگور، همال انگور وردم. انگور تاجیکستان است. این روغن تاجیکستان اینا. همین روغن تاجیکستان اینا. به قول تاجران اینجا اساساً از تاجیکستان به این کشور محصولات کشاورزی میآورند و آن بازارگیر است. از این سبب تاجیکان مقیم قرقیزستان که به دهقانی مشغول هستند عزم دارند بعضی از میوه و سبزوات تاجیکستان را در اینجا پرورش کنند. میریم ایام تاجیکستان ای اسفره میریم زردالی را نوش میاریم. اما کوکی میشیدگیشو شیرینش است. نوشه بالای هم گفته بود. نه خندک هست داخل چی میره مچالکو رو میگیریم. مقامات تاجیکستان هم افزایش گردش سودا بین دو کشور را برای همین سال نظررس میدانند، چون که نظر به سالهای قبلی یک باره چند مراتب بالا رفته است. در 6 ماه سال جاری به مبلغ نزدیک 7 میلیون دلار بین جمهوری قرقیزستان سودا به عمل آمده است که از آن 2,212,000 میلیون دلار این صادرات شده است از طرف تاجیکستان و مبلغ واردات 4,776,000 دلار رو تشکیل داده است که این نسبت به سال گذشته متناسباً 4.8 برابر و 57.5 برابر رو تشکیل کرده است. تا سال 2020 حجم داد و گرفت تاجیکستان و قرقیزستان سالانه نه کمتر از 40 تا 60 میلیون دلار بود. کاهش یکباره تجارت بین دو کشور بعد مناقشه های سالهای 2021-2022 در مرز صورت گرفت که صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی از جمهوری قرقیزستان. با همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.